و امروز علم گرفتن نسبت زمانهای قدیمه آسانتر شده است. پیش در زمانهای ما بیچاره نامله ها یک لغتی برانوف بود. سبحان الله، اگر یک کلمه در کتاب های عربی میخواندن نفهمن، اگر برانوف برمیگشتن. برانوف به زبان روسی کلمه عربی را ترجمه میکرد. بعد از اونجا از فرهنگ تاجیکی روسی ترجمهش میافتن. و این کتاب هم هر کی نداشت. کتابی برانوف 2 جلد بود، هر کی نداشت. او کتابی فرهنگ تاجیکی روسی هم 2 جلد غفصی کلام بود و هم هر کی نداشت. یعنی به 2 کتاب برگشته به یک کلمه میفهمیدن. از یک کلمه هم تو به گوگل می نویسید تمام اقوال علمای لغت میبرارد. در جای نشستگیتان یک کلمه. خیلی علم آسان شد. علم در خانتان هست. پیشتر کتاب های عالما باقی ماند، امروز با صورت و آوازاشون در خانتان هست. بنابراین یعنی بسیار این چیزا حجت بر زرین ما میشه اگر ما این آسانی هایی که در عصر ما هست درست اگر استفاده نبریم. اون کتاب های پیشینه زمان سبحان الله مخطوطات بود، دستنویس بود. این هم اگر خریدنی شوید از آن یک کسی یا اجاره میگرفتید و شبانه آمده روی بردار میکردید، یا اینکه به یک آدمی روی بردار کننده برده میدادید که به اجاره برای شما روی برداری کرده دهد. بعدی روی بردار کرده شدن، قاعده کتاب با این است که 2 کس و مطالعه می، یک کس قرائت میکنه، یک کس نگاه میکند که آیا درست نسخه برداری کرده است یا نکرده است. حتی بعضی علما گفتن که اگر یک کتاب روی بردار کنیم به یک کتاب دیگر، یک آدم روی بردار کرده گیرد، سپس مقابله نکند. مقابله یعنی دیده برآمدن اگر که درست روی بردار کرده است یا نه. اگر روی بردار بعدی کردن مقابله نکند گفتن، بعد یک آدم دیگر از همین نسخه نو نسخه برداری کرده شده و هم نسخه برداری کند و این هم مقابله نکنیم، خرج اعجمیاً، الکه و کتاب عربی نمیشد و عجمی میشد. معناهاش ویران میشد.